حالا تا یه بارون میاد میره قلبم برات. آقا سلام، اینجا میخوام این نقاشی جدید بکشم و بریم واسه نقاشی جدید. بعد اینا رو هم اگر ویدیو قبلی دیده باشید ما اینا رو پخش کردیم، خلاصه اینا رو هم داره اشاره که بتونیم یه چیز خوبی رو در بیاریم. میخوام اینجا یه چیزی رو بکشم که اصلا دیوونتون میکنه. بریم یه دایره اینجا میکشم اول، یه دایره هم اینجا میکشم، بعد میخوام هر چیزی به ذهنم رسید بکشم. اوکی، اصلا این نقاشی کلا فرق میکنه. ما اونجا تو ذهنمون بود که مثلا یه خانم بکشیم که اصلا خیلی هم خانم شد. ویدیو قبلیش یه وایکینگ کشیدم، ولی اینجا میخوام اصلا یه چیزی اصلا عجیب غریب بکشم. اینجا میخوام اینجوری هر چی به ذهنم رسید بکشم. یه آدم عصبانی میخوام بکشم. حالا اینجا یه آدمی که داره میخنده، ولی باز منگاه عصبانیه، ولی خب نه الان داره میخنده. پس ما یک مرد عصبانی داریم، پایین تر یک مرد خندان. حالا بریم واسه کارهای نمایشیمون. یا این حرکات رو بچه هیچ جا شما نمیبینید. حالا قرمز، نارنجی و زرد. این یعنی آدم عصبانیه داره اصلا آتیش میزنه سرش، نمیدونم دارم چی میگم، داره چیز میشه، بهش فشار میاد. تا عمر دارم دیگه از مداد شمعی استفاده نمیکنم. این از این. حالا بریم واسه پایینی، چون خندانه از رنگای استفاده میکنم که مثلا سبز، دور لبش سبزه. چرا اصلا اینجوری شده؟ بعد دماغش آبیه. این از این. دوستان عزیز ما اینو کشیدیم. حالا واسه این رنگو من انتخاب میکنم، یه زرد، یه نارنجی، حالا یه قرمز. این رنگ دارم، یه رنگ چرت و پرت. حالا این، بعد این، بعد این چرت و پرت تر از قبلی. اینو ما کشیدیم. بچه من اصلا این برگر رو کلا سعی کردم با مداد شمعی استفاده کنم. جدی نظرتون رو بگید که اصلا من دیگه از اینا استفاده کنم یا نه، چون اینا اصلا این شد نتیجه. بیاید من یه نقاشی رو بهتون نشون بدم که با مداد شمعی کشیدم. مثلا اینو من با مداد شمعی کشیدم، اینو با مداد شمعی کشیدم، خوب در اومد حقیقتا، یعنی خودم راضیم، اوکیه. اینو من دستم حواسم نبود اینجوری کردم، کلا خراب شد. اینو باز خراب شد. از این بعد میریم سمت نقاشی‌هایی مثل حالا نقاشی همون وایکینگ یا همون آدمه. بچه ما داریم از طبیعت لذت. اصلا نقاشی گور پدر نقاشی. ما اومدیم تو یک طبیعتی، جدی واقعا هدف اصلی اینه که بیایم یه کاری انجام بدیم، یه نقاشی رو بکشیم. چه بهتر که توی فضای اینجوری باشه تا اینکه تو خونه باشه. خدا یار و نگهدار تا ویدیو بعدی.